یک مادر توجیک ادعا دارد که مفتشان فرزند 26 سالش را برای اعتراف اتهام شکنجه کردند. اما مقامات میگویند سنجش معین کرده است که ادعای این مادر به اساس است. ماموران میلیسا انور حکیمов ساکن شهر باخته را ماه می امسال با اتهام دزدی پول زیاد از خانه بازداشت کرده به شعبه کارهای داخلی ناحیه ورزا بردند. دلارام حکیمова مادر انور روز 18 اکتبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت او پس از یک ماه حادثه ضمن ملاقات با پسرش در ماه سپتامبر در بدن انور آثار لط و کوب را مشاهده کرد. در عکس‌های هم که مادر در دست دارد دیده می شود که پنجه ها و پشت انور زخمی بوده داغ‌های سیاه و کبود دارند. انور به مادرش نقل کرده است که او را در شعبه کارهای داخلی برای اعتراف به قوه برق ماندند و حملت و کوب کردند. مادر انور باور دارد که پسرش بیگناه است و مقامات میلیسا گناهکار اصلی را پیدا نکردند. دلارام حکیمова به مقامات از جمله دادستانی کل شکایت برده و عکس‌های پسرش را همچون دلیل پیشنهاد کرده است، ولی به گفته خودش تا حال به مراجعتش جواب نگرفته است. به گفته مادر روز 18 اکتبر باید مرافعه دادگاهی پسرش در دادگاه ناحیه شاه منصور برگزار میشد، ولی آن را به تأخیر انداختند. سبب هم خوب نبودن صحتی انور حکیمov در بازداشتگاه بوده است. اما مقامات ناحیه ورزاب ادعای مادر را در مورد شکنجه شدن پسرش را رد میکنند. الهام نورو مفتش شعبه کارهای داخلی ناحیه ورزاب میگوید دعوای دلارام حکیمова را چند نهاد از جمله دادستانی تفتیش کرد، ولی دعوایش را به اساس نامیدند. به گفته مفتش انور حکیمov به دزدی مبلغ کلان متهم دانسته می شود و حالا در بازداشتگاه موقتی شهر دوشنبه است. ادعای مادر انور از شکنجه شدن پسرش در اداره میلیسا در حالی است که شکنجه متهمان در تاجیکستان یک مسئله داغ باقی می ماند، اما شکایت ها از شکنجه عمدتاً نتیجه نمی دهند و به استثنای یک یا دو مورد کارمندان نهادهای انتظامی به جزا می مانند.